خداوند جل علا شانه که وقتی تصمیم گرفت که انسان از خاک بیافرینه، انسان اول خلیفه بیافرینه، تصمیم گرفت. چرا از خاک آفریده شد؟ بسیار خوش هستم که همراه به کسی مصاحبه میکنه که ژورنالیست های عادی نیست، یک معلومات کلان در ابعاد مختلف علوم داره، حتی ریاضی. دیدید پیشتر جواب داد. 4 عنصر از در دنیا. خیلی از یک قسمت گپ تیز نمیگیم. من میخوایم که در یک زمان کوتاه 100 موضوع رو بگویم. من میخوام یک موضوع در یک موضوع، بسیار مشاورین من انتقاد میکنن، یک موضوع رو براتون بیان میکنیم که موضوع تولی که در جهان حل کردن تا کلتش چیست که ما را جنت کشیده. عنوان است مولانا صاحب. 4 عنصر اساسی را فلاسفه بر اسم شناختند. در اول آب، هوا، خاک و آتش. تشکر به کمکم کنین. این یک داره که مرا کمک کنی. که پیش از ارسطو گفته بودن، مثلا طالس میگفت جهان از آب خلق شده، باز ارسطو این 4 عنصر خیلی تشکر میکنم. سلامت باشین. ببین که خوش آمدید. این تحلیل ما خوش به خاطر میاد که علما رو خوش آمده بود. موسینی صاحب، دکتر سیم نیازی را، رئیس ازهر شریفه در کنفرانس برنامه ایرک تشریح کردن برشون. اما آب رحمت خداوند است. 71% بدن ما آب است. 71% کره زمین آب است. سوره نوح علیه السلام سوره 71 است که نزول شما 71 است، ترتیب شما 71 است. اما از آب نیافرید، در حالی که 71% بدن ما آب است. بله. از اکسیژن از هوا نیافرید، در حالی که 5 دقیقه هوا رو ندیده باشیم میموریم. چقدر مهم است. از آتش نیافرید ما رو، در حالی که ما 37 درجه حرارت بدن ما تا بالا شد مریض میشیم. اساس از خاک آفرید ما رو. چرا؟ وقتی که میموریم اول اکسیژن اعلای ما میتن، دوم بدن ما درجه حرارتش پایین میشه، 0 میشه، سوم بدن ما در قبر خشک میشه. اما خاک رفیق ماست، در اونجا قدم ما میمونه. بله. یک رهایی ما نمیکنه. دوم چرا از آب نیافرید ما را؟ چرا از آتش نیافرید ما را؟ چرا از باد؟ به خاطر آتش نیافرید. آتش سرکش شیطان آفرید. از آب به خاطر نفتیم آب مرتجی است، خاک مرتجی نیست. آب یک را بخار میشه، یک را مایع میشه، یک را جامد میشه، یک بار گندیده میشه. آب گندیده میشه، خاک گندیده نمیشه. همین مقدمه صحبت از اینا، من دیگه چیز نخواستم صحبت کنم، چون در مقدمه صحبت بسیار فیلسوفانه همین آغاز صحبت خود آغاز کرد. من بسیار خوش شدم، گفتم برو که یک فیلسوف، که یک دانشمند، که یک چیز فهم بر مقابل هستم. بسیار خوش هستم. من کسی تعریف نمیکنم، متوجه باشین که من تعریف کنم. من یک وقت قیمت شهر به الماس به شهر میتونم. وقتی که الماس قیمت کمایی میکنه، از سرگر تشکر نکنه، خودش قیمت کمایی کرده. که فرانسه میتونه رژیم رو فرانسه در 1989 ملاقات داشتم، گفتم من تشویش ندارم. گفت چی؟ گفتم گلاس که 10 تل میپردی تشویش نمیکنی، 100 تا که در گلاس میتی 200 میلیارد مبادا سر نکنه. چون ظرفیت بزرگ باشه آدم بی تشویش میپرد، چون ظرفیت بزرگ است بی تشویش صحبت میکنم. آدم با 40 سال فاو نمیاره، در 40 سال آدم توت میاره، در ظرفیت میاره. پس ظرفیت بسیار بزرگ است. میفهمم. پس چرا از آب نیافریدیم ما؟ از خاک آفریدیم ما؟ چون گفتم آب گنده میشه، خاک گنده نمیشه. آب هم میشه وقتی چتل میشه و خطا میشه، باز به خاک پناه میبره، باز خاک پاکش میکنه. خاک پاک کننده آب است که آبای زیر زمین کلش پاک است. آب فروشی عزت داره، ساقاوی عزت است، خاک فروش محکوم است. آب همه چیز میشه یا میشوره. من خود ادبیات ما وطنکی استعمال میکنم. اما آه نمیکشه، سگ بیتیشه که فرعون بیتیشه، هر کی بیتیشه. اما خاک در مقابل مشرکین اساسیت میکنه. میگه من
فرعون نمیپذیره مومیایی میشه، میگه من لنین نمیپذیره مومیایی میشه، میگه من مشت کلمه در داده میشه. خود فیدل کاسترو میگه مرا در بده، سر خودش اقرار میکنه، چون کلی چیز بلوتید میشه، نه مخترع است ما نه مکتشف، که بحث دیگه است باز که از بعد خارج نشد. وقتی که ما هم اعمالی که انجام میتیم تمامش در خاک ثبت میشه، چون پدر میکروفون یا میکروفون میگن تایپ کلالی را خبر دارین که دمو کلالی صحبت خود از کلالی اختراع شده، فیزیک صوت خوانده بوده میشه، خاک ثبت میشه. این کافرید با آدم. اما بی هوا سلام الله علیها، بی هوا رضی الله عنها از خاک آفریدن نشده، زن از خاک آفریدن نشده. چرا؟ اما چیز خداوند جفت خلق کرده، با آدم از خاک با زوجش ازش پیدا کرده. اما تو رس آیت خوب است که علمای دین آموز داره. درخت از خاک آفریده شده، میوهش از درخت. بی هوا میوه با آدم است، میوه است. بی هوا میوه است. اما تو رس دیگه میوه است دیگه، اشتقاق پیدا میکنه. اگر از دامن بابا آدم علیه السلام تولد میشد، باش ازدواج کردن نمیتونه، چون اولادش گفته میشد. اشتقاق میشه. در کجا بزرگ میشه؟ در قلب بزرگ میشه. از قبرغه تولد میشه. یک انسان در رحم مادر خود بزرگ میشه، چند روز 9 ماه و 9 روز نوگری چند ساعت میشه؟ 6666 ساعت میشه. 6666 ساعت ماکسیموم 39 هفته و 114 ساعت و 6236 ساعت که 37 هفته و 20 ساعت. یعنی بین این آیت های عامه و آیت های کفی است. آیت های عامه قرآن کریم 6666 آیت است، آیت های کفی 6236. در بین دو یک پروسه یک طفل است که از او که پیش تولد چه نقصانی میشه، ترک ادب نکرده باشم. بالا اگر زیاد تولد حتما دوگانگی است. اگر زیاد چه بود از زیر شطور تیر میکنه مادرش، یک وقت میگفت زیاد از زیر شطور تیر میکنه، خسته شدم. خب وقتی که بی هوا سلام الله علیها از خاک آفریده نشده، از بابا آدم آفریده شده، پس این میوه بابا آدم است. میوه چه خصوصیات داره؟ میوه اول خصوصیاتش است دارای پوست میباشه. میوه را که پوست کنی، پوست است، انگور پوست داره، سیب پوست داره، خربوزه پوست داره، همه که حفاظتش کرده. وقتی همه پوست کنی، پوستش کنی سیاه میگرده و مگس میزنشه، یعنی با پوست است. این می حجابش است، یعنی زن با حجاب تولد شده. زن محجوب است. زن بسیار زیاد طبقه اوناست، با تمام مشکلات بیولوژیکیش، نه تنها انسان، تمام حیوانات، تمام اینا را، حتی درخت ها مثبت منفی دارد، مؤنث مذکر دارد، حتی حیوانات استاد دو محترم ایده با حیات ایده خلق کرده. مثال میزنیم. مثلا یک کفتر مؤنث و یک کفتر مذکر مثال میتیم. ببینیم کفتر مذکر در گرد کفتر مؤنث قم میزن، عذرزاری میکنه، قربان چم. یعنی در مقابل از این ببینیم یک گو مؤنث و یک گو مذکر به تعقیب گو مؤنث است و غیره حیوانات ترک ادب نکرده باشم دیگه. فطرتا ای با حیاست، محجوب است، یعنی تنها لباسش نیست، یعنی فطرتا اینا خب یک کاراکتر. در داخل میوه چی میباشه؟ دیگه میوه چی میباشه؟ شیرین میباشه. همین طفل که باز که میکنه مادر خدا میبینه، محبت برش هستک، شیرینی برش هستک، شیرین است، فطرتا شیرین است. بله. دختر ما شیرین است نظر به بچه ما. همین تمام طبقه اوناست، همه تا نظر به کاکایتان شیرین است، همش شیرین است. خدا یک رقم شیرین داده شد. به همین خاطر مرد برش ساخته که توی را پوش کو. اسلام صاحب که چقدر زیباست.
این شیرینیش هم فهمیده شد. سومش استاد محترم، در داخل میوه تخم می باشه. میبینی میوه تخم دارد، تخم زردآلو، تخم خربوزه. این چرا؟ به ادامه نسلش است. یک طفل در رحم مادر خود، مادر با گفتم 6666 ساعت می باشه که مادر با آیت های قرآن 236 آیت های کوفی 6666 آیت آمد، شوای زمین هم همه قدر است، شوای زمین هم همه قدر است در بین ادمی است که امروز اتلسیان خود یونسفر خود حرکت میکنه. این برابر آیت های قرآن برابر ساعت هایی که در شکم مادر می باشه. در شکم مادر چی خصوصیات داره؟ در شکم مادر آدم گریان نمیکنه، در جنت گریان نمیکنه. در شکم مادر همه چیز آدم میخوره، در جنت هم آدم میخوره. در شکم مادر آدم باول نمیکنه، در جنت هم باول نداره. در شکم مادر چرت نداری، در اوجام چرت نداری. اما کاراکتر که در جنت است در رحم مادر است. با مجرد که متولد میشه همه چیزش هم گریان میکنه، هم دیگه گپای خود میداشته باشه. این یکی از کاراکترش. این سه گپ فهمیدیم. خب وقتی که با آدم علیه السلام همراه بی حوا سلام الله علیها وقتی که آفرید از خاک، چرا خاک؟ تمام عناصر در خاک هستند. در نور ویتامین دی است. تمام عناصر در خاک است. ویتامین دی هم حتی در خودش نیست، وقتی بالای جلد میتابه افدیاید رو کلسترول به ویتامین دی تبدیل. خیلی ببینید یک گپ نو یاد گرفتم. تشکر میکنم. من خود استفلاس